اولین جنگنده عمودپرواز دنیا که با ویژگی خاص خودش نظر همه رو جلب کرد ولی آنطور که باید نشد. هریر جت پرنده‌ای از خانواده هواپیماهای نظامی دارای موتور جت است که توانایی کاربردی پرواز عمودی و برخاست و فرود مسافت کوتاه‌برد را دارد. این جنگنده در دهه 1960 و توسط شرکت هافکر سیدلی در بریتانیا طراحی ساخته شده. ویژگی منحصر به فرد پروازی عمودی به این هواپیما امکان فرود و برخاست در نقاطی چون پارکینگ‌ها و محل‌های مسطح شده را فراهم می‌کند و نیاز به ساخت فرودگاه یا پایگاه هوایی را کاهش داده. در سالهای بعد با تغییراتی که در طراحی آن صورت گرفت، باعث شد این جنگنده به یکی از گزینه‌های مناسب برای ناوهای هواپیمابر تبدیل بشه. یک وجه تمایز هریر از دیگر هواپیماهای تهاجمی غربی ساخته شده پس از جنگ جهانی دوم این بود که برخلاف اغلب آنها که سرعت‌های مافوق الصوت داشتند، هریر هواپیمای مادون صوت یا سابسونیک بود. این مقدمه کوتاه از این جنگنده عمودپرواز بود. حالا به سراغ تاریخچه هم برویم. کار روی این طرح عمودپرواز به سالهای پایان جنگ جهانی دوم در آلمان نازی برمیگرده که البته هیچ کدام از طرح‌های آلمانی‌ها از مرحله کاغذ فراتر نرفت. بعد از پایان جنگ از اوایل دهه 1950 هر دو قدرت به شدت به دنبال یک طرح عمودپرواز بودند و چندین طرح در آمریکا نوشته شد ولی هیچ کدام مناسب نبودند و اجرا نشد. در میانه دهه 1950 شرکت هافکر سیدلی کار روی یک طرح عمودپرواز با نام P1127 را آغاز کرد که در مرحله اول یک طرح تحقیقاتی بود ولی یکی از اهداف آن در دراز مدت جایگزین آن با جنگنده هانتر بود. جنگنده جدید یک جت تک موتور مادون صوت بود که در هر سمت خود دارای دو خروجی متغیر بود که 90 درجه به طرف پایین برمیگشت و بدون شکل می توانست از روی زمین به کمک دو خروجی در هر دو سو بلند شود. در سال 1961 ارتش انگلستان و آمریکا خواهان خرید این طرح به عنوان یک جنگنده تهاجمی شدند ولی انگلستان یک نسخه مافوق الصوت می‌خواست چون که P1127 مادون صوت بود نه مافوق الصوت. با این وجود نیروی هوایی انگلستان به این نسخه رضایت داد و در سال 1969 اولین جنگنده عملیاتی عمودپرواز جهان با نام هریر وارد خدمت شد. 6 فروند پیش نمونه تولید شد که هیچ کدام وارد خدمت نشدند و همگی برای آزمون‌ها به کار گرفته شدند که البته یکی از آنها هم سرنگون شد. اما بالاخره چون که تا قبل از آن جنگنده عمودپروازی به صورت عملیاتی وجود نداشت، نظر همه را جلب کرد. هریر یک جنگنده تک سرنشین بال بالا با دو عرابه فرود در خط مرکزی بدنه و در نوک هر بال نیز یک عرابه فرود کوچک در نظر گرفته شده بود. این نسخه اولی هریر که با کد JR1 نامیده میشد، از یک موتور پگاسوس 6 بهره می‌برد که فاقد پسوز و دارای 19000 پوند رانش بود و از دو ورود نیم دایره در دو طرف بدن بهره می‌برد که علیرغم قدرت بالا اما زمان بین تعمیر آن 300 ساعت کار آن را محدود کرده بود. موتور در مرکز بدنه و دو خروجی در هر سمت که می‌توانست نسبت به عقب بدنه تا 90 درجه به طرف پایین برگردد و به وسیله آن هریر می‌توانست به صورت عمود برخیزد. یک اهرم در کابین خلبان وجود داره که برای برخاست خروجی را با زاویه 90 درجه به طرف زمین برمیگردانه. وقتی با افزایش فشار موتور از روی زمین برمیخواست، یک سامان اتوماتیک که البته قابل تنظیم به صورت دستی است، خروجی ها را به واسطگی به سمت عقب برمیگرداند تا جنگنده به سمت جلو برود. زمانی که هریر به صورت افقی مناسب رسید، خروجی ها به صورت کامل به سمت عقب برگشته بودند و در زاویه 0 درجه قرار می‌گرفتند. همینطور هریر زمانی که کاملا مسلح بود نمیتوانست برخاست عمودی داشته باشد ولی میتوانست با قرار دادن خروج خود در زاویه 55 درجه با یک خزش 50 متری از زمین برخیزد. حداکثر سرعت این جنگنده 1185 کیلومتر بر ساعت بوده اگرچه که در حالت مسلح 1000 کیلومتر بر ساعت بیشتر سرعت نداشت. همینطور دارای یک لوله سوختگیری ثابت ولی قابل جدا شدن بر روی ورودی هوای سمت راست بوده و می توانست تا 2 مخزن سوخت خارجی را زیر هر بال خود حمل کند. در دماغه کشید آن که همیشه مورد تمسخر دیگران بود، سامانه تهاجمی و ناوبری و یک سامانه مسافتیاب لیزری برای بمباران دقیق وجود داشت و از سامانه تشخیص دوست از دشمن بهره می گرفت. همچنین مجهز به صندلی پرتاب شونده بود. JR1 دارای 5 مقر تسلیحاتی بود که یکی در زیر بدنه و 4 عدد دیگر در زیر بالها
که می توانند 2200 کیلوگرم سلاح را با خود حمل کنند. همینطور هریر در تمامی مدل‌ها توان حمل توپ داخلی را نداشته و به جای آن یک توپ 30 میلیمتری به صورت غلاف در زیر بدن با 100 گلوله را داشته. هریر در نسخه اول JR1 خیلی چیزها را نشان داد و معلوم شد که توان نشست و برخاست عمود در مرحله عمل چندان نیز فوق‌العاده نیست، زیرا دست کم اصلاً به صورت مسلح عمود پرواز نبود. خلبان برای پرواز عمود و یا فرود عمود نیاز به آموزش بسیار داشت و مصرف سوخت موتور هم بالا. شعاع رزمیان 370 کیلومتر بوده که نصف جنگنده مانند جگوار و توان حمل سلاح کمی داشت، ولی در کل بعدها از جمله نبرد فالکلند نشان داد که همین توان نشست و برخاست کوتاه نیز بسیار کارآمد است. جالب اینجاست که در دهه 1970 تفکر بر این بود که آینده متعلق به این گونه هواپیما خواهد بود. تا سال 1974 در مجموع 61 فروند جنگنده هریر مدل JR1 ساخته شد که همگی تحویل نیروی هوایی سلطنتی انگلستان شدند. اما داستان این جنگنده عمود پرواز در اینجا به پایان نمیرسه. اگر که دوست دارید ادامه داستان توسعه این جنگنده و اینکه چطور سر از نیروی تفنگداران دریای آمریکا و نقش اون در نبرد فالکلند رو بشنوید، منتظر قسمت دوم این ویدیو باشید. ممنون میشم نظرتون رو در مورد این جنگنده و به طور کلی جنگنده‌های عمود پرواز برام در بخش کامنت بنویسید. همینطور با لایک، کامنت و سابسکرایب کانال به دیده شدن بیشتران کمک کنید.